عقب‌تر محمود فکری هم هست و میکنم برای محمود فکری و گل. چه گلی میزنه این محمود فکری. استقلال 2 پرسپولیس 0. یک ضربه فوق‌العاده از محمود فکری، کسی که هیچ کس فکرش نمی‌کرد اینجا گل بزنه گل میزنه. چه گلی هم میزنه. یک نتیجه عالی برای تیم استقلال تا این لحظه رقم خورده. نمی‌کردن که تیمشون بدین ترتیب 2 گل بزنه. پاس فرزاد مجیدی و این ضربه فوق‌العاده از محمود فکری که حساب کار رو 2-0 میکنه. از این زاویه بهتر مشخص میشه ضربه دیدنی محمود فکری، روپا محکم و دیدنی در گوشه بالای دروازه قرار گرفت و این ساشا ایریچ هم دروازه‌بان بدشانسیه. توپا همشون برای اون جایی میره که نباید بره. حالا ببینید که وضعیت پرسپولیس چگونه خواهد شد. جباری از بین 2 نفر